باور کنید آزادی این همه خواهرانی که از زندانها آزاد شدن، این همه انسانهای پیر و جوانی که بسیار خوب، این همه انسانهای پیر و جوانی که از زندانها آزاد شدن، یعنی این انقلاب و این فتحی که الله سبحانه و تعالی نصیب کرد هیچ دستاورد دیگری نداشته باشد. همین که هزاران نفر، دهها هزار نفر از این زندانها آزاد شدن، این بزرگترین دستاورد است. هیچ دستاورد دیگری هم نداشته باشه. برادر عزیزمون بسیار به یک نکته قبل از این خواهر تماس گرفته بودن اشاره کردن که اینها به اصطلاح سرنگونی این نظام هم نزدیک است. نکته جالبی رو دوستان عزیز ببینید، این رژیم منحوس، بعضی از انسان ها نحس هستند، بعضی از رژیم ها نحس هستند. سبحان الله، این رژیم در کنار هر کسی قرار گرفته نیست و نابود شده. خوب دقت بکنید، در کنار ارمنیا قرار گرفتن، آذربایجان بر ارمنیا پیروز شد. در کنار بشار قرار گرفتن، بشار سرنگون شد. گروه هایی را که اینها در عراق به اونها کمک میکردن، امروز شیعیان عراق اونها را لعنت میکنن. همین جماعت حزب الدعوه و اینا، مالکی و اینها رو، خود شیعیان اونها رو لعنت میکنن. اینها نجاستن، اینها کثافتن. اینها در کنار هر کسی که قرار بگیرن، در کنار هر گروهی، هر دولتی که قرار بگیرن، کثافتی اینها، نجاستی اینها، نحسی اینها میزنه به اونها. الله سبحانه و تعالی انشاءالله روزی بیاد که شاهد نابودی این رژیم منحوس هم باشیم.